چرا تراز بودن لوله سقف مهمه؟ آخرین نکته‌ای که بهت میگم مهمترین نکته است. اگه لوله ها تراز نباشن، توی جریان آب ممکنه حفره هوا یا به اصطلاح قفل هوا ایجاد بشه که هم توی عملکرد پمپتون هم عمرش تاثیر منفی داشته باشه. اگر میخوای یه جریان ثابت و یک نواختم داشته باشی، لوله ها رو حتما تراز کن. برای حفظ فشار کاری پمپ و تجهیزات، تراز بودن لوله خیلی مهمه. اگه لوله تراز نباشه، هم خود لوله هم اتصالات ممکنه که آسیب ببینن و نشتی بدن. در ضمن برای رفع این نشتی و گرفتگی اگر لوله تراز باشه کارتون خیلی راحت‌تره. حتما حواستون باشه که شیب لوله ها به سمت موتورخونه استخر ملایم باشه تا مکش استخر به خوبی اتفاق بیفته و به سیستم فشار نیاد و برای اجرای لوله کشی استخر سعی کنید از کوتاه‌ترین مسیر با کمترین انحنای استفاده کنید تا به سیستم فشار نیاد و نشتی نده. و آخرین نکته، روی لوله‌های استخر 20 بار یه خط تابی است که راهنمای خوبیه برای تراز کردن لوله.